صبحتون بخیر و پرفیض باشد کاربران گرامی آزادی ویدیو. امیدوارم در هر کجایی که هستید خوب و سلامتید و البته همراه با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما رو در جریان خبرهای تازه بگذارد. امروز 19 نوامبر و ساعت با وقت پراگ هفته سحر است. من شعله گلخوجه آماده هستم که نوگانی ها رو برای شما بگویم در چند دقیقه دیگر، اما قبل از این نگاهی می‌افکنیم به وضع باد و هوا. در پراگ هوا امروز ابری است و روزانه تا 7 درجه گرم می شود. در مسکو پایتخت روسیه نیز هوا نامساعد است. پیش بینی می شود که حرارت در دوام روز 4 درجه را تشکیل نماید. در دوشنبه مرکزی تاجیکستان هوای کم ابر و آفتابی پیشگویی شده از گرمی روزانه به 17 درجه برابر خواهد بود. مقامات دادستانی و ریاست کارهای داخلی ولایت ختلون زد و خورد مسلحانه میان دو گروه در جمعیت گلستان شهر لوکند سربندی سابق را تحقیق میکنند. مقامات رسما از پیشنهاد هر گونه معلومات درباره حادثه خودداری می‌ورزند. بنا به خبرهای دریافتی در این زد و خورد یک نفر زخمی شده است، اما معلوم نیست از تیر سلاح یا اشیاء دیگر. منابع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی و حکومت محلی گفتند حادثه شام 17 نوامبر رخ داده است. گروه اول به خانه حاتموف الهام شربتویچ رفتند و میان آنها بحث سر زده است. بعداً بحث تا زنی و تیرپرانی کشیده می شود، گفت یک منبع. به قول منابع رادیو آزادی بحث به سر زمین و قرض بوده است. الهام حاتموف معروف با نام‌های الهامی بوتروبودی یا الهام کماندیر در گذشته به تجارت پخته مشغول بود. حالا او با پسرش و افراد دیگری که در این جنجال شرکت داشتند از جانب ریاست کارهای داخلی ولایت ختلون بازپرسی می شود. طرف دیگری بحث به گفته منابع رادیویی آزادی از افراد نزدیک به مالکان بازار حاجی شریف در شهر بختر عبارت است. این اطلاع را رسما مقامات و هیچ منبع دیگر تصدیق یا رد نمی‌کنند. بازار حاجی شریف به خانواده صهیب فاکی با ملی رحمان پرزیدنت تاجیکستان نزدیک هستند تعلق دارد. در شعبه کارهای داخلی شهر لوکند گفتند حادثه را مقامات ولایت تحقیق می‌کنند. در ریاست امور داخلی ولایت ختلون حادثه را تصدیق کردند، اما از جزئیات آن خودداری نمودند. احرار عزت اللهیف سردختار بیمارستان مرکزی شهر لوکند گفت طبق اطلاعی که دارد حادثه در دهه توجیران رخ داده است و افزود در پی حادثه یگان نفر مجروح را به بیمارخانه آنها نآوردند. درباره شخصیت الهام حاتموف معلومات زیادی در دست نیست. طبق اطلاع دریافتی او یکی از صاحبکاران معروف در ولایت ختلون است. کوشش ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات تا این دم به نتیجه بود. خودداری مقامات از ارائه جزئیات حادثه تیرپرانی در شهر لوکند سالهای زیادی را ایجاد کرده است. ماه مارس امسال در نتیجه یک زد و خورد مسلحانه در شهر بختر 3 نفر از جمله یک کارمند پلیس زخمی شده بودند. حادثه در نزد بازار حاجی شریف رخ داد. آن وقت نیز مقامات سبب زنی دو گروه را توضیح ندادند. یک منبع رادیو آزادی در مقامات به ذکر نامش گفته بود که جنجال به سر پل قرض صورت گرفته است. دادگاه حربی гарнизони шаҳри душанбе як прапорщики вазорати дифои тоҷикистонро бо гуноҳи латтукӯби сарбозе ҷазо додааст. мақомоти додгоҳ гуфтанд латтукӯби сарбоз ҷумъахон кенҷаев аз сӯи прапорщик талабшоҳ қамаров 13 августи имсол рух додааст. қарори додгоҳи 31 сентябр содир шуда хулосаи он 15 ноябр дар сомонаи расмии додгоҳи шаҳри душанбе нашр гардид. назари қамаров ва вакили мудофии ӯ дар ин бора маълум нест. аз додгоҳи ҳарбии гарнизони душанбе روز 18 نوامبر گفتند طلبشو قمرов که 4 سال باز در مقام سردار خدمات استفاده بری منزل قسم حربی 16772 وزارت دفاع کار میکرد با جنایت منصبی دست زده است. منبع در شرح حادثه گفت طلبشو قمرov روز وقوع حادثه به خوابگاه سربازان روتای تیراندازی سواره MC80 قسم نظامی وارد شده به نوبتدار جمعخان کنجاев سپارش غیر آیین‌نامه‌ای داده است و سرباز از امر او سرپیچی میکند. در نتیجه پراپورشیک با بسته کلیدها به سر او زده لطوکوب نموده است. منبع میگوید بر اساس نتیجه تشخیص طبی و دادگاهی کنجاев از سرش جراحت برداشته ضرر او سبک میباشد. با قرار دادگاه طلبشو قمرov به اندازه 5,500 سومانی جریمه شده است. با این وجود او حقوق اشغال منصب‌های معین را دارد. شکایت از لطوکوبی سربازان توجیک حادثه نو نبوده بارها توسط رسانه‌ها صدا داده است. کارشناسان میگویند بدرفتاری سبب شده است که بعضی جوانان از خدمت در ارتش سرپیچی میکنند.
اطلاف ضد شکنجه در یک گزارش خود در آخر سال 2016 نوشته بود که در سالهای 2014-2016 در قسم‌های غربی تاجیکستان 59 سرباز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته 11 نفر به هلاکت رسیده است. حالا در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت به ارتش ادامه دارد. معرکه رسما 30 نوامبر به پایان میرسد. طبق اطلاع رسمی تا کنون بیش از 90% نقشه دعوت پر شده است. گلبوبی سلیمان و مادر عبدالحلیم نظرزاده معروف با حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان که مقامات او را به تشکیل و رهبری آشوب ماه سپتامبر 2015 عیبدار کردند در 78 سالگی درگذشته است. نظرزاده همراه با 3 برادرش در عملیات 4 سال پیش در دره رامید کشته شدند. فیروز نظرف نبیره گلبوبی سلیمان و روز 18 نوامبر به رادیو زودی گفت مادر بزرگش 1 سال پیش از مرگ حاجی حلیم خبر نداشت. این زن صاحب 7 پسر و 3 دختر بوده است. حالا 2 پسرش در زندان هستند. پسر دیگرش در آزادی و در روسیه می باشد. عبدالحلیم نظرزاده با استفاده از کوتای 30% از طرف مخالفین به کار در وزارت مدافع پذیرفته شده بود و سالهای اخیر به حیث معاون وزیر کار میکرد. مقامات در تشکیل به گفته آنها آشوب یا کسب تبادلات رهبریت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را گناهکار کردند. رهبریت حزب در خارج همواره این اتهامات را رد کرده گفتند تمام کوشش مقامات برای از صحنه سیاست دور کردن آنها بود. داستانی روسیه درخواست نموده است که 4 متهم به بمبگذاری متروی شهر سنت پترزبورگ در سال 2017 به حبس ابد محکوم شوند. به عقیده مفتشان اکبرجان جلیلوف یک ازبک تبار زاده قرقیزستان که شهروندی روسیه را داشت مواد ترکنده را هنگام حرکت قطار مترو فعال نموده خود و 15 کس دیگر را به هلاکت رساند. در این حادثه 67 تن دیگر جراحت برداشتند. بسته دوم مواد ترکنده در پلتفرم ایستگاه مترو یافت شد. دوستان نادیژدا تیخنова روز 18 نوامبر درخواست نمود که ابرار عظیموف، اکرم عظیموف، محمد یوسف ارماتوف و ابراهیم جون ارماتوف به حبس ابد محکوم شوند. بر علاوه تیخنova از دادگاه خواسته است که 5 متهم دیگر به مدت از 27 تا 28 سال از آزادی محروم گردند. در این قضیه عموما 11 نفر که همگی زاده اسیای مرکزی می باشند در کرسی عیبدار شونده ها نشستند. آنها با عضویت در گروه تروریستی، دستگیری عملیات تروریستی، تولید و فروش غیرقانونی مواد ترکنده متهم میباشند. روز 18 نوامبر دادرس اندری مروزوف محکمه را آن زمان قطع کرد که یگانه زن متهم خود را بدحس نموده طبیبان برای معاینه او دعوت شدند. پیش بینی می شود که امروز محکمه ادامه خواهد کرد. دو خبرنگاری سامانه کن.uz بعد ماجرا با شهرداری توشکن جهانگیر ارتیق خوجایف کار خود را ترک کردند. آنها در مراجعت به شهرداری در پیام‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند من سگ بچه و پلید نیستم. سامانه کن.uz 17 نوامبر مطلب را زیر عنوان آزادی بیان با شیوه ارتیق خوجایف نشر کرد. در مطلب آمده است که شهرداری توشکن در آن نوار روزنامه‌نگاران سامانه را پس از قضیه تعقیب خبرنگاران سامانه از سوی معاون رئیس نویه در اتاق کاریش تهدید کرده است. در عین زمان دوستانی کل ازبکستان نواری صدایی بحث برانگیز را شهر داد که در آن گویا شهرداری توشکن جهانگیر ارتیق خوجایف روزنامه‌نگاران را تحقیر و تهدید به قتل میکند. ظاهرا نوار هنگام صحبت با روزنامه‌نگاران ثبت شده است. در نوار گفته می شود یک هفته پیش درباره کارخانه‌های من نوشتند و آنها را انحصار نامیدند. اگر حاضر برایشان $10,000 بدهی ستایش را آغاز خواهند کرد. آنها کی هستند؟ پلیدهای پستند. آنها فرزند انسان یا سگ باشند. توری میکنم که شما را به محله‌تان راه نمیدهند و والدانتان را مسخره خواهند کرد. همسایه‌هایتان شرم دارند که با شما سلام کنند. من این کار را کرده میتوانم. برای من همجنسگرا اعلام کردن شما مشکل است. آسان است. در 6 ثانیه شما را در یک تاکسی با همجنسگرا شنونده عکس میگیرم. تمام، شما همجنسگرا. خدمات مطبوعاتی شهرداری توشکن نیز با نشر یک اطلاعیه گفت آموزش نواری مذکور آغاز کرده است. برای آموزش همه‌جانبه نواری مذکور گروه کاری از حساب نمایندگان مقامات دخلدار تشکیل کرده شد. افزوده از خدمات
هر روز در تاجیکستان 33 oila ویران می شود. این امور است که کمیته کاربوزنان و oilای تاجیکستان پیشنهاد می دارد. نیودی مذکور میگوید در نیم سال جاری در کشور بیش از 6000 oila ویران شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 411 مورد زیاد بوده است. سببی از هم ریختن oilaهای جوان به گونه‌های مختلف شهر داده شده است، از جمله دخالت جانبی سوم، زورآوری خانوادگی، گرفتاری بیماری بودن یکی از طرف‌ها به مانند نشمندی، میزدگی، بیماری‌های روحی. در این برابر جای کاری دائمی نداشتن شوهر، مشکل‌های مالیوی، خیانت یکی از همسران، مهلت طولانی از هم جدا بودن زن و شوهر و بفرزندی و نداشتن جای زیست دائمی به جداشوی oilaها باعث شده است. ضمناً بینندگان عزیز، همکاران ما به تحقیق موضوع پرداختند و فکر میکنم در برنامه‌های آینده ما امکان خواهیم داشت با پیشنهاد نظرهای oilaهای از هم جدا شده برایتان گزارش مفصلی را در این موضوع نمایش بدیم. و یک خبر ورزشی نیز هست. روز 18 نوامبر در بیشکک پیش از بازی دوری ششم مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان دسته‌های منتخب قرقیزستان و تاجیکستان نشست خبری با حضور سرمربیان هر دو دسته برگزار گردید. در این نشست نخست عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان به خبرنگاران گفت که آمادگی به بازی از روی نقشه جریان دارد، میکوشیم که فوتبال خوب نشان بدیم و تا آخر مبارزه میبریم، ابراز داشت عثمان توشف متخصص ازبکستانی. بعداً الکساندر کریستینین سرمربی منتخب قرقیزستان در نشست خبری گفت که همه بازیگران دسته به بازی مقابل منتخب تاجیکستان آماده هستند. بازی دوری ششم مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان دسته‌های منتخب قرقیزستان و تاجیکستان شام امروز در یکی از ورزشگاه‌ها در بیشکک شروع می شود. و بینندگان عزیز، اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز میگویم که از طرف بانک ملی تعیین شده است. $1 69 درم است، یک یورو 10 سومنی و 72 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 151 سومنی و 70 درم، یعنی نسبت به روزی گذشته 20 درم بلندتر رفته است. سپاس میگویم که ما رو تماشا کردید در این چند دقیقه در این صبح بر وقت و من شما رو در دوام روز منتظر خواهم بود با خبرهای تازه. روز خوب و با براری در پیش داشته باشید.